سلام. راستش بنده موشکاف تا حالا فکر میکردم این فقط ریش صیدلیه که به سبیلش گره خورده، اما تازه فهمیدم علاوه بر این زلف پرونده اتمی خامنه‌ای هم به گیس پرونده رابطه با آمریکا گره خورده. اینها خودشون زلف این دو پرونده به هم گره خورده است. طیفی از انقلابیون دو آتشه و داغ‌تر از آش داخلی با هر گونه شکلگیری مذاکره مستقیم ایران و آمریکا مخالف خوانی کرده و آن را خطر بزرگی تلقی می کنند. در سوی دیگر طیفی از موافقان خواهان برپایی هرچه سریعتر و همزمان مذاکرات مستقیم دو کشور و مختوم شدن پرونده هسته‌ای هستند. بله، اکبر کوسه میگه آقا زلف این پرونده ها به هم گره خورده، منتها صیدلی زور میزنه که یه جوری این زلف و گیسو از هم وا کنه و بدون رابطه با آمریکا سر ته تحریما رو هم بیاره. بگذاریم از این که خودشم میدونه این زلفا جدا شدنی نیست، یه قدم واپس به تمرگه باید تا تهش بره. افتادی توی تله چوبونه گرده، من میخوام بشم منجی تو بذار بشم مجری تو، گوش تو با کن تا نشی بیچاره، وگرنه سرت خوداره. مگه من مثل راه لب که میدی هلند، تو میخوای جام زهر بخورم، سرمو با دستم ببرم، کورخودی بابا برو پی کاره، بکن فکر حال زاره. حالا تو این اوضاع زلف تو زلف و قمر در عقرب فکر میکنید صیدلی داره چی کار میکنه؟ نه جدی حدس بزنی هیچی، اوزی رفته پیش یه مش بسیجی موجی براشون کتاب امضا کنه. اینها فیلمش هم هست. لشکر خوبان نامی است که خانم سپهری مسئول گردآوری این خاطرات بر لشکر 31 عاشورا نهاده. امروز در مراسمی از حاشیه نگاری مقام معظم رهبری بر این کتاب ارزشمند رونمایی شد. حالا برای بچه‌های لشکر خوبان آمدند به دیدار رهبر خوبان. برای بچه لشکر خوکان اومدن به دیدار رهبر خوکان؟ خب حالا چی میگه این رهبر خوکان؟ هم روایت بسیار خوبی است، هم نگارش بسیار ممتازی است. در این قضیه قواس ها اون تشریحی تصویری که از قواس ها شده و از کار اونها و اون شعر حاج اصغر آقای زنجانی و قواسلار ای جبهلرین یورگونی، بلند شد جمع کن کاسه کمچت و مسخره. عجب ولی فقیه منگولی هستی تو یکی. اکبر کوسه میره هی قواسی میکنه از تو گنداب امامش خاطره میاره بیرون، بعد تو نشستی داری شعر حاج اصغر آقای زنجانی و قواسلار میخونی. بابا تا روز مذاکره چیزی نمونده ها، بالاخره چه خیالاتی تو اون کله پر از کاگلته؟ خیال میکردیم که همه چیز رو میدونیم. وقتی انسانی کتاب ها رو میخونه معلوم میشه که ما یه چیز خیلی مختصری رو اطلاع داشتیم. باشه حالا هی بیا اینجا جوابای دوگانه بده، هی خودتو با این چیزا سرگرم کن. من که میدونم چی تو اون دل ناقصت میگذره.
این ادا و اطوارم به خاطر ترست از ریزش این موجیات. میترسی وسط گره خوردن زلف پرونده ها به هم شرشر اینا راه بیفته بندم نیاد. از قدیم گفتن آب که از سر گذشت چه یه وجب چه 100 وجب. تو هم زهر رو که بخوری خوردی، حالا چه یه قطره چه یه پاتیل. موشکاف